سلام عرض میکنم خدمت تمام زبان آموزان عزیزم. مهدیس دبیران تبار هستم و امروز در خدمتتونم با fruits and vegetables. fruits and vegetables. میوه ها و سبزیجات. کلمه اولمون، تیتر اولمون fruit. fruit means میوه ها. و تیتر دوم vegetables means سبزیجات. چون این دو کلمه در حالت کلی به صورت جمع استفاده میشن، حالت بدون اس جمعشون خیلی رایج نیست. پس همینا رو بلد باشید. بریم قسمت میوه ها. اولین میوهمون از سمت چپ و به صورت افقی. apple. Repeat after me. apple means سیب. کلمه دوم به صورت افقی banana means موز. کلمه سوم orange means پرتقال که قبلا هم در قسمت colors رنگ ها و هم در قسمت حروف بهش اشاره شده. orange repeat after me. orange means پرتقال. کلمه بعد grapes means انگور. دقت داشته باشید که grapes اس جمع داره. اگه اسو حذف کنیم میشه grape. به معنی یک حبه، یک دانه انگور میشه. اگه بخوایم خوشه‌ای بگیم میگیم grapes. جمع میبندیم. پس شد grapes انگور. نمیگیم انگورها، میگیم انگور. کلمه بعد strawberry means توت فرنگی. کلمه بعدش هست watermelon. دقت داشته باشید که watermelon هستش. اما اگه بخواید لهجه‌تون بومی تر بشه بهتره بگید watermelon نه watermelon. اوکی؟ بریم سطر بعد. pineapple means آناناس. اوکی؟ pineapple means آناناس. کلمه بعد mango means انبه. کلمه کناریش peach. repeat after me. peach means هلو. کلمه بعد cherry means گیلاس. آلبالو چی میشه؟ میشه sour cherry. اوکی؟ cherry means گیلاس. آلبالو sour cherry یعنی چی؟ از دو بخش تشکیل شده. یک بخش چری که همون میشه گیلاس و یک کلمه دیگه sour means ترش. انگار میگیم گیلاس ترش ولی میشه آلبالو. اوکی؟ پس چری گیلاس، sour cherry آلبالو. کلمه بعد pear. repeat after me. pear means گلابی. کلمه بعدیش هست blueberry means blueberry. قبلا هم بهش اشاره شده. بریم سطر بعد. kiwi means کیوی. دقت کنید که نمیگم کیوی، میگم کیوی. چرا؟ چون وی نداریم و دابلیو داریم. اوکی؟ بریم سراغ کلمه بعدمون. lemon means لیمو. کلمه کناریش pomegranate means انار means pomegranate. perfect. کلمه بعد plum means آلو. کلمه بعدش apricot means زردآلو. و کلمه آخر از قسمت میوه ها cantaloupe. repeat after me. cantaloupe means طالبی.
و یه کلمه مترادفم براش داریم ملون. ملون اونم میشه طالبی. کانتلوپ و ملون هر دو میشه طالبی. خب حالا بریم سراغ vegetables یا سبزیجات. vegetables یا سبزیجات. از سمت چپ و به صورت سطری پیش میریم. اولین کلمه هست carrot. carrot. Repeat after me. carrot. carrot. carrot means هویج. کلمه بعد هست potato. potato. potato means سیب زمینی. دوباره همون بحث لهجه هست. اگه میخواین لهجه‌تون بومی تر بشه نگید potato، بگید potato. potato. اوکی؟ potato. potato means سیب زمینی. کلمه بعد tomato. tomato. اگه بخواید دوباره لهجه‌تون بومی تر بشه تلفظ کنید tomato. در غیر این صورت میتونید بگید tomato. tomato یا tomato. اوکی؟ means گوجه فرنگی. کلمه بعد cucumber. cucumber. cucumber means خیار. و کلمه بعد lettuce. lettuce. lettuce means کاهو. کلمه بعد bell pepper. bell pepper. فلفل دلمه‌ای. کلمه بعدیش broccoli. broccoli. broccoli means بروکلی. کلم بروکلی. broccoli. اوکی؟ بریم سطر آخر. spinach. spinach. spinach means اسفناج. کلمه بعد onion. onion. دقت داشته باشید که این کلمه رو قبلا هم خوندید توی قسمت حروف و او اول به حالت آ و او دوم به حالت ا تلفظ میشه. onion. onion. onion means پیاز. کلمه بعد garlic. garlic. garlic means سیر. کلمه بعد cauliflower. 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 cauliflower means گلکلم. کلمه بعد eggplant. eggplant. eggplant means بادمجان. کلمه بعد peas. peas. peas means نخود فرنگی. دقت داشته باشید که به یک عدد نخود فرنگی میگیم پی بدون اس جمع پی. ولی اگه منظورمون تعداد زیادی باشه که اینطوری طبق تصویر یک خوشه هست میگیم پیز. پیز means نخود فرنگی. ولی که نمیگیم نخود فرنگی ها، چون در حالت کلی جمع بسته میشه میگیم نخود فرنگی. پس شد پیز نخود فرنگی. کلمه بعد و کلمه آخرمون corn. corn. Repeat after me. corn. corn. corn means ذرت. امیدوارم نهایت استفاده رو برده باشید و این ویدیوها براتون مفید بوده باشه. به خدا میسپارمتون. خدا نگهدار.